معیوبی. نفقه سقوطی از روی معیوبی هنگام فرارسی گروه‌های 1، 2 و یا 3 معیوبی که مقامات وکالتدار دولتی اوید با تشخیص طبی و اجتماعی مقرر نموده است تعیین و پرداخت کردن می شود. اگر شخص سقوط شده با او معیوبی مقرر گردید نه کمتر از 60 ماه نفقه سقوطی داشته باشد. نفقه سقوطی از روی معیوبی از روز مقرر گردیدن گروه معیوبی که او را مقامات وکالتدار دولتی اوید با تشخیص طبی و اجتماعی معین نموده است تعیین و پرداخت کردن می شود. نفقه سقوطی از روی معیوبی از قسم‌های سقوطی و ذخیروی عبارت می باشد. اندازه قسم سقوطی نفقه سقوطی از روی معیوبی با ترتیبی که قسم سقوطی نفقه سقوطی از روی سن و سال معین کرده می شود حساب کرده می شود. وابسته از گروه‌های معیوبی مقرر گردیده به اندازه زیرین تعیین کرده می شود. با معیوبان گروه 1 100%، با معیوبان گروه 2 85%، با معیوبان گروه 3 70%. قسم سقوطی نفقه سقوطی از روی معیوبی نمی تواند از اندازه زیرین کم باشد. با نظر داشت سابقه سقوطی پرراه یعنی زنها که 240 ماه و مردها که 300 ماه سابقه کاری دارند به معیوبان گروه یکم 150% اندازه نفقه زمینوی مقرر گردیده. به معیوبان گروه دوم 125% اندازه نفقه زمینوی مقرر گردیده. و معیوبان گروه 300% اندازه نفقه زمینوی مقرر گردیده. با نظر داشت سابقه سقوطی نوپرایانی که زنها از 240 ماه و مردها از 300 ماه سابقه کاری کم دارند و معیوبان گروه 100% اندازه نفقه زمینوی. و معیوبان گروه 2 85% نفقه زمینوی و با معیوبان گروه 3 باشد 70% اندازه نفقه زمینوی تعیین و پرداخت کرده می شود. خب قسم دوم که ترتیب تعیین نفقه اجتماعی است. خب نفقه اجتماعی از روی معیوبی با معیوبان گروه 1، 2 و یا 3 از آن جمله معیوبان از آوان کودکی که به نفقه سقوطی حقوق ندارند یعنی که سابقه کاری ندارند. اینچنین کودکان معیوب تا سن 18 ساله تعیین کرده می شود. خب نفقه اجتماعی از روی معیوبی در اساس معلوماتنامه مقامات وکالتدار دولتی اوید به تشخیص طبی و اجتماعی تعیین است. خب نفقه اجتماعی از روی معیوبی از روز مقرر گردیدن گروه معیوبی که آن مقامات وکالتدار دولتی اوید به تشخیص طبی و اجتماعی معین نموده است تعیین و پرداخت کرده می شود. اگر مراجعت نه دیرتر از 3 ماه. خب نفقه اجتماعی از روی معیوبی به اندازه 100% نفقه زمینوی به شخصان زیرین تعیین و پرداخت کرده می شود. خب با معیوبان گروه یکم، با معیوبان گروه 1 تا 2 از آوان کودکی، با کودکان معیوب تا سن 18 سالگی، با معیوبان گروه 1 و 2 در نتیجه اوصیب عربی و خدمت عربی که خدمت عربی رو از روی دعوت ادا نمودند. خب نفقه اجتماعی از روی معیوبی به اندازه 60% ز نفقه زمینوی به شخصان زیرین تعیین و پرداخت کرده می شود. با معیوبان گروه 2 و 3، با معیوبان گروه 3 از آوان کودکی، با معیوبان گروه 3 در نتیجه اوصیب عربی و خدمتشان عربی که در خدمت عربی رو از روی دعوت ادا نمودن نفقه اجتماعی از روی معیوبی به اندازه 80% نفقه زمینوی تعیین و پرداخت کرده می شود. خب با نفقه سقوطی و اجتماعی وابسته به طلبات و حالتهای پیش بینی شدن. خب نموده پیش بینی نموده ماده 39 قانون جمهوری داستان درباره نفقه سقوطی و دولتی از حساب مبلغ‌های بودجتی جمهوری اندازه زیرین علاوه پولی مقرر کرده می شود. خب به اندازه 150% نفقه زمینوی با اشتراکچیان و معیوبان عملیات جنگی در قلمرو دولت‌های دیگر، با اشتراکچیان و معیوبان رفع صدمه
رفع عاقبت صدمه نیروگوی برقی اتمی چرنوبل و منطقه‌های دیگر آلودگی رادیواکتیوی با معیوبان گروه یک که معیوبیشان هنگام اجرای و دورای خدمت حربی از روی دعوت فرا رسیدند. خب به اندازه 50% نفقه زمینوی با معیوبان گروه یک و گروه یک و گروه یک و دو از زمان کودکی کودکان معیوب تو 18 ساله با معیوبان گروه دیگه کار نمی کنند و معیوبیشان در نتیجه اجرای دوره خدمت حربی دعوتی به عمل آمده است تا این و پرداخت کرده می شود. تشکر زود بود. سوالات؟ سوال باشد. خود نفقه زمینوی چند سال؟ نفقه زمینوی با فرمان پرزیدنت جمهوری اسلامی از 1 میلیون به 300 سومونی. در پیام 20% زیاد کرده شد نفقه اجتماعی. مثلا نفقه اجتماعی چند سوم سال شد؟ از نفقه زمینوی 20%. 20% زیاد کرده شد. 248 سومونی نفقه زمینوی و 300 سومونی شده. 124 سومون؟ 248 سومونی 208 نه با 300 سومونی برابر کرده. مثلا 124 سومون نفقه مثلا صارفه کلی ندارد از 124 سومون میشه 78 و 124 140